بازم ترک خورد. دیگه چی کارش کنم؟ تو هم سایه‌هات ترک میخوره؟ ضد تعریق نیست؟ یه روشی رو پیدا کردم که فوق‌العاده عالی و کاربردیه. یه آموزش برات آماده کردم که توش پر از نکات طلاییه که مطمئنم اگر زرنگ باشی میتونی برای بقیه سایه‌هات هم از این کار استفاده کنی. با من همراه باش و ممنونم از این که من رو همراهی میکنی و دنبال میکنی. قبل از انجام میکاپ چشم در مرحله اول، برای اینکه ابروهای زیبایی و نچرال رو داشته باشیم، از ژل ابرو استفاده میکنیم. موهای ابرو رو به سمت بالا حالت میدیم و به صورت لیفت اونها رو مرتب میکنیم. برای زیرساز اول سایه از کانسیلر استفاده میکنیم و اطراف چشم و همینطور زیر ابرو رو کاملا آغشته به کانسیلر میکنیم. چربی اضافی کانسیلر رو با مینی بلندرمون برمیداریم و با کانتور چپ در قسمت خط پلک، یعنی همون کریس چشم، یه خطی رو رسم میکنیم که من از قهوه‌ای استفاده کردم و بعد اون رو به سمت بالا فید میکنیم. برای فید بهتر کارتون میتونید از یک بلندر استفاده کنید و فیدتون رو کامل کنید و همینطور چربی اضافه رو بردارید. از هر رنگ سایه‌ای که دوست دارید استفاده کنید. من از قهوه‌ای استفاده کردم و روی همون کانتورتون خطی رو رسم کنید و اون رو به سمت بالا فید کنید. از یک سایه روشن‌تر بالای خط قهوه‌ای استفاده کردم و هر دو رو با هم فید می‌کنیم. از یک سایه کرم روشن برای خط زیر ابرو استفاده می‌کنیم و مرزهای بین قهوه‌ای و سفید رو کاملا فید می‌کنیم. روی پلک اول رو دوباره کانسیلر بزنید و خط زیبایی رو روی کریس چشم رسم کنید و برای برداشتن چربی اضافی کانسیلرتون از یک بلندر یا مینی بلندر استفاده کنید. در این مرحله یه تکنیک طلایی داریم برای ماندگاری بالای سایه. سایه مخملی رو با آب ترکیب میکنیم و اون رو روی کانسیلر میزنیم و بعد از یک سایه پودری با همون رنگ سایه به صورت ضربه‌ای روی سایه قبلیمون کار میکنیم. با این روش شما یه سایه فوق‌العاده عالی و فیکس و با ماندگاری بالا داریم که این هم تست سایه که اگر انگشتمون رو روی سایه قرار بدیم اثری روی انگشتمون نداره. در ادامه کار از این خط چشم ژله‌ای استفاده میکنیم و ابتدا بن مژه رو آغشته به خط چشم میکنیم و انتهای چشم رو خط چشم کشیده‌ای رسم میکنیم و از گوشه خارجی چشم به بن مژه پایین این خط رو وصل میکنیم. برای زیباتر شدن کارمون گوشه داخلی چشم رو هم به همین ترتیب انجام میدیم. زیر چشم رو کانسیلر میزنیم و بعد اون رو فید میکنیم و بعد از یک کانتور چرب برای زیرساز سایه‌مون استفاده میکنیم. با همون رنگ سایه های قبلی به صورت ضربه‌ای سایه میزنیم و فید بین دوتا سایه رو انجام میدیم و خطوط رو کاملا از بین میبریم. بن مژه و همینطور لثه داخلی چشم رو با مداد مشکی کار میکنیم و برای تثبیت سایه قهوه‌ای و مشکیمون از رنگ قهوه‌ای با یه قلم سرتخت بین این دوتا سایه رو فید میکنیم. برای زیباتر شدن ابروها فقط قسمت‌های خالی رو به صورت مویی پر میکنیم و برای مرتب شدن کار از کانسیلر در قسمت بالای ابرو استفاده کرده و اون رو فید میکنیم. در مرحله آخر مژه رو نصب میکنید و برای زیباتر شدن کارتون اون رو به سمت بالا فیکس میکنید. امیدوارم این آموزش که پر از نکات طلایی بود براتون کاربردی باشه. بهم انرژی بدید و در آموزش‌های بعدی همراه من باشید. این هم فاینال کار من. مرسی که لایک میکنید.